با درود به شما همراهان گرامی. شما در این ویدیو با قسمت‌های مختلف دستگاه تولیدمثلی زن، وظایف دستگاه تولیدمثل زنان، رحم و اندام‌های ضمیمه، تخمدان‌ها و کارکرد آنها، دوره جنسی زنان، تخمک‌زایی و نقش اسپرم در آن آشنا می‌شوید. مطالب مهم را با تولید انیمیشن‌های مخصوص تفهیم خواهم کرد. با حوصله کامل تا انتهای ویدیو بنده را همراهی بفرمایید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیو را فراموش نفرمایید. با تشکر. قسمت‌های مختلف دستگاه تولیدمثل در زنان. دستگاه تولیدمثل در زنان به دو بخش تقسیم می شود. یک، اندام‌های تولیدمثل که شامل رحم، لوله‌های رحم یا لوله‌های فالوپ، گردن رحم و واژن هستند. و غده‌های تولیدمثل یا تخمدان‌ها که به وسیله بندی از جنس بافت پیوندی و ماهیچه‌ای به دیواره رحم متصل هستند. وظایف یا نقش‌های دستگاه تولیدمثل زنان: 1. تولید یافته‌های جنسی یا تخمک. 2. انتقال یافته‌های جنسی ماده به سمت رحم. 3. ایجاد شرایط مناسب برای لقاح اسپرم و تخمک. 4. حفاظت و تغذیه جنین در صورت تشکیل. 5. تولید هورمون‌های جنسی. ابتدا اندام‌ها و غده‌ها را معرفی می‌کنم، بعد از آن دوره جنسی و تخمک‌زایی را توضیح خواهم داد. رحم و ضمائم آن. رحم اندام کیسه مانند گلابی شکل که عمدتاً از جنس ماهیچه تشکیل شده است و جنین در درون آن رشد نمو پیدا می‌کند. دیواره رحم از بیرون به داخل از 3 لایه پریمتر، میومتر و آندومتر تشکیل شده است. دیواره داخلی یا آندومتر رحم در دوران قاعدگی دچار تغییراتی می شود. به بخش پهن و بالای رحم 2 لوله وصل شده است که به آنها لوله‌های رحم یا لوله‌های فالوپ گفته می شود. انتهای این لوله‌ها شیپور فالوپ نامیده می شود. شیپور فالوپ دارای زواید انگشت مانند است که در هنگام تخمک گذاری حرکات آنها تشدید شده و تخمک را به درون لوله فالوپ انتقال می دهند. پوشش داخلی لوله‌های فالوپ از لایه مخاطی مژگ‌دار تشکیل شده است. زنش مژگ‌های آن به حرکت مامیافته یا تخمک به سوی رحم کمک می کند. بخش پایین رحم باریکتر شده است که به آن گردن رحم گفته می شود. پایین گردن رحم به واژن باز می شود که محل ورود یافته‌های جنسی نر، محل خروج خون قاعدگی و محل خروج جنین در هنگام زایمان است. تخمدان‌ها. یک جفت تخمدان به عنوان غدد جنسی در زنان است. به کمک طنابی از جنس بافت پیوندی و ماهیچه‌ای به دیواره خارجی رحم وصل شده‌اند. زمانی که نوزاد دختر متولد می شود، درون هر تخمدان حدود 1 میلیون اووسیت اولیه یا مامیافته اولیه وجود دارد. هر اووسیت اولیه را یافته‌های تغذیه کننده‌ای احاطه می کنند. به مجموع اووسیت اولیه و یافته‌های تغذیه کننده اطراف آن فولیکول یا انبانک گفته می شود. تعداد زیادی از این فولیکول‌ها یا انبانک‌ها پس از تولد بنا به دلایل نامعلوم از بین می‌روند. دوره زندگی یک زن از نظر جنسی یا فرایندهای جنسی. برای سادگی بیان مطلب دوره زندگی یک زن را از نظر وقایع و یا فرایندهای جنسی 4 دوره تقسیم کردم. دوره جنینی. در دوره جنینی تخمدان‌های دختر مثل سایر اندام‌های بدن تشکیل می‌شود. یافته‌های اووگونی ابتدا میتوز انجام می‌دهند. در نتیجه یک یافته اووگونی جدید و یک اووسیت اولیه تولید می‌شود.
اواسیت اولیه تخمک‌زایی را آغاز می‌کند. پس از شروع کاستمان در مرحله پروفاز 1 متوقف می‌شود. یعنی تترا تشکیل می‌شود ولی بقیه مراحل کاستمان پیش نمی‌رود. دور اواسیت‌های اولیه را یافته‌های تغذیه کننده احاطه می‌کنند که به مجموعه اواسیت‌های اولیه و یافته‌های احاطه کننده فولیکول یا انبانک می‌گویند. دوره نوزادی و کودکی. پس از تولد در دوران نوزادی و کودکی فولیکول‌ها اندکی رشد می‌کنند ولی اواسیت اولیه در همان مرحله پروفاز 1 که 2 N کروموزومی یا دیپلوئید هست باقی می‌مانند. دوره جنسی در زنان. این دوره که از سن بلوغ شروع می‌شود تا حدود 45 الی 50 سالگی ادامه پیدا می‌کند. سن بلوغ با شروع عادت ماهیانه آغاز می‌شود. بنابراین دوره باروری و تولید مثلی در زنان حدود 30 الی 35 سال است. در عادت ماهیانه دیواره رحم تخریب و بافت‌های تخریب شده به همراه خون از بدن خارج می‌شود. هر دوره حدود 28 روز طول می‌کشد. ابتدا نامنظم است ولی کم کم منظم می‌شود. اما در تخمدان چه اتفاقاتی می‌افتد؟ با شروع دوره جنسی در زنان، اواسیت‌های اولیه در تخمدان یکی پس از دیگری کاستمان شروع شده در دوره جنینی را پی می‌گیرند. در این زمان از هیپوتالاموس هورمون آزاد کننده ترشح می‌شود. این هورمون سبب ترشح هورمون‌های FSH و LH می‌شود. این هورمون‌ها سبب تحریک تخمدان می‌شوند ولی هورمون اصلی رشد فولیکول و تخمک‌زایی FSH است. هورمون FSH در خون گردش کرده و بر روی تخمدان اثر می‌کند. رشد فولیکول شروع شده و اواسیت اولیه تقسیم میوز را از سر می‌گیرد. اواسیت اولیه پس از انجام بقیه مراحل میوز یعنی متافاز 1، آنافاز 1 و تلوفاز 1 سیتوکنز انجام می‌دهد. در این فرآیند سیتوپلاسم به صورت نامساوی تقسیم می‌شود و به این ترتیب اواسیت ثانویه و جسم قطبی تولید می‌شود. می‌دانید که این یافته‌ها هاپلوئید یا N کروموزومی هستند. همزمان دیواره تخمدان را سوراخ کرده و به بیرون رانده می‌شوند. دوره یائسگی. این دوره از حدود سن 45 الی 50 سالگی شروع می‌شود. عادت ماهیانه متوقف می‌شود. علت یائسگی از کار افتادن تخمدان هاست. تغذیه نامناسب، کار سخت و زیاد، فشار روحی و جسمی در شروع زود هنگام این دوره تاثیرگذار است. تخمک‌زایی و نقش اسپرم در آن. همانطور که گفتم فرآیند تخمک‌زایی از دوران جنینی از یافته‌های اوگونی آغاز می‌شود. یافته‌های اوگونی ابتدا میتوز و سپس میوز را شروع می‌کنند اما در مرحله پروفاز 1 متوقف می‌شوند. به یافته‌های حاصل اواسیت اولیه می‌گویند که توسط یافته‌های فولیکول احاطه و تغذیه می‌شوند. جنین دختر که این فولیکول‌ها را در تخمدان خود دارد متولد شده و به سن بلوغ می‌رسد. از شروع سن بلوغ به بعد تا دوران یائسگی هر ماه یکی از این اواسیت‌های اولیه میوز را ادامه داده و میوز 1 را تکمیل می‌کنند. حاصل این تقسیم 2 سلول هاپلوئید با سیتوپلاسم نامساوی است که سلول بزرگتر را اواسیت ثانویه و سلول کوچکتر را جسم قطبی می‌نامند. تقسیم میوز در همین مرحله باز هم متوقف می‌شود. حال 2 حالت برای اواسیت ثانویه وجود دارد. امکان دارد اسپرم در اطراف اواسیت وجود نداشته باشد. در این صورت تغییری در آن رخ نمی‌دهد و اواسیت ثانویه به همراه خون و بافت‌های تخریب شده دیواره رحم از بدن خارج می‌شود. حالت دوم این است که اسپرم وجود داشته باشد و با آن برخورد کند. اگر اسپرم با آن برخورد کند فرآیند لقاح آغاز می‌شود. میوز 2 نیز انجام شده و
تخمک ایجاد می شود. لازم به ذکر است که این فرایند در ابتدای لوله رحم و خارج از تخمدان صورت می گیرد. به این ترتیب سلول تخم یا زیگوت تشکیل می شود. سلول تخم در ابتدای لوله رحم تشکیل شده است. با زنش موشک‌های دیواری لوله رحم به سوی رحم هدایت می شود. ضمن حرکت تقسیمات میتوزی در آن رخ داده و آن را به یک توده سلولی به نام مورولا تبدیل می کند. مورولا ضمن بلاستولاسیون در دیواره رحم لانه گزینی کرده و به جنین تبدیل می شود. خب دوستان عزیز، درس امروز در اینجا به پایان می رسد. انشالله در ویدیوهای بعدی در رابطه با چرخه تخمدان و رحم و بالاخره فرایند لقاح و مراحل رشد جنین صحبت خواهم کرد. به کانال سبا به آدرس سبا چنل 1 مراجعه کنید و از سایر ویدیوهای زیست و فیزیک ما استفاده نمایید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری را فراموش نفرمایید. با تشکر، سلامت و سرافراز باشید در پناه حق. بدرود تا ویدیو دیگر.